سلام دوستان. امروزم اومدم با یک داستان خوب به نام زهره امانت از کتاب آدم‌ها نوشته آقای احمد غلامی. بریم که با هم این داستان بامزه رو بشنویم. زهره امانت وسواس نجابت داشت و بزرگترین رسالت زندگیش این بود که خودش را از دست مردان گرگ صفت که زنها برایشان طعمه لذت بخش برای دریدن بودند محافظت کند. 40 سال داشت و در این 40 سال یاد نداشت دستی به صورتش برده باشد. روی چانه و لب بالا و حاشیه صورتش نرم موهای سیاهی رویده بود که اگرچه شبیه ریش و سیبیل مردها نبود، اما به چهره سیاه چرده او خشونتی انکارناپذیر میداد. زهره امانت مسئول وصول پول از هنرجوهای آموزشگاه رانندگی بهاران بود. او موقع گرفتن پول جلسات آموزش انگشت سبابه و شستش را خیس می کرد و برگ فاکتورها را ورق می زد و مهر می کرد. آنقدر این کار را با شعف انجام می داد که در آن لحظه فکر می کرد بزرگترین کار جهان را انجام می دهد. زهره امانت نسبت به مردها خیلی سختگیر بود. هر مردی از نگاه او هیز و ناپاک بود مگر اینکه خلافش ثابت شود. اگر خیلی ها در این تئوری توطئه با او هم نظر بودند، اما در یک چیز با او اختلاف نظر داشتند و جرأت نمی‌کردند آن را به زبان بیاورند. اینکه زهره امانت هیچ چیز ویژه‌ای برای مردان چشمچران نداشت. حتی اگر بگویم ناپاکترین مردها هم از کنارش بی تفاوت می گذشتن، اغراق نکردم. اما زهره امانت اینگونه فکر نمی کرد. روز اول کارش که هنوز مهر قراردادش خشک نشده بود، چنان بلایی سر مشرجب آبدارچی شوخ و شنگ دفتر که با همه شوخی داشت آورد که قهر آنها تا 1 سال طول کشید و تا نزدیکی عید ادامه داشت. و اگر زنهای دفتر دست به یکی نمی کردن، این قهر سالها طول می کشید. در این مدت مشرجب 1 بار هم چای برای زهره امانت نبرد و او خودش به آبدارخانه می رفت. آن هم زمانی که مردی در آنجا نبود. مشرجب آنقدر از دست این تازه وارد شاکی شده بود که به مدیر آموزشگاه گفته بود: آقای مدیر، جای خواهری خوب بر و روی نداره وگرنه. آقای مدیر خندیده بود و گفته بود: مشرجب، شما جای پدر اونی، فقط یکم شکاکه. مشرجب دم فرو بسته بود و زهره امانت را حواله داده بود به خدا. زمانی توی کوچه مشرجب عروسی شد که یکی از راننده های آموزشگاه از همه جا بی خبر اومد جلوی میز زهره امانت ایستاد و با خانم براتی که میزش کنار او بود به گو بخند و شوخی راه انداخت. زهره امانت رفتار راننده را به خودش گرفت. برخاست و هرچه از دهانش در آمد به راننده گفت. راننده که به جلف بودن و هرزه بودن متهم و تا بناگوش سرخ شده بود، هاج و واج به خانم براتی زل زد و گفت: میمون هرچی زشتره بازیش بیشتره. زهره امانت آنقدر جیغ زد و فریاد کشید که دهانش کف کرد. از فردای آن روز خانم براتی که ارباب رجوع مردش زیاد بود به گوشه دیگر دفتر نقل مکان کرد تا گرفتار مصائب دیگری نشود. خیلی طول نکشید که وسواس نجابت و شکاکی زهره امانت بر همه مسجل شد و کمتر کسی از کنارش میگذشت یا با او حرف میزد. ارباب رجوع‌های از همه جا بیخبر هم که می آمدند و از سر ناآگاهی حرفی می زدند یا کاری می کردند، زهره امانت زیر لب غر می زد: وا چه پررو بیشعور نفح. و اغلب مردها که غافلگیر می شدند زیر سیبیلی در می کردند و جیم می شدند.
آنچه همه را حیرت زده کرده بود رفتار آقای مدیر بود که هیچ وقت برای اخراجش اقدامی نمی کرد و حتی بعضی وقتا که کار بیخ پیدا می کرد پا جلو می زاشت و وساطت می کرد. زهره امانت فقط در این جور موارد زود کوتاه می اومد و ساکت می شد. انگار تنها مرد قابل اعتماد روی کره زمین آقای مدیر بود و این رفتارش باعث تعجب همه شد. چون همه می دانستن آقای مدیر چه پرونده ناپاک و سیاهی دارد. زنها می گفتن همین که خفش می کنه خوبه. اما مشرجب دست بردار نبود و بدگویی می کرد و می گفت اینها با هم سر و سری دارن. ولی کسی باور نمی کرد. می خندیدن و می گفتن مشرجب دست بردار، تهمت نزن. مشرجب مار زخمی بود که ولکن داستان نبود. یک روز مرخصی گرفت و زاغسیای زهره امانت رو چوب زد و فهمید او همسایه دیوار به دیوار زن سابق آقای رئیس است. این کشف کمکی به مشرجب نکرد و تازه معما رو پیچیده تر کرد. اما از آنجا که خواستن توانستن است بالاخره مشرجب اونقدر کشید تا یه روز پنجشنبه که همه زودتر میرفتن خودش رو توی آبدارخونه پنهان کرد و فالگوش ایستاد تا چیزی دستگیرش شود. از تلفن زهره امانت با مادرش فهمید آقای رئیس چون شکاک بوده زنش رو طلاق داده و زهره امانت با دانستن این موضوع ناگهان وسواس نجابت گرفته و به همه مردها شکاک شده. اون شب و جمعه مشرجب از خوشحالی خوابش نبرد. لحظه شماری میکرد تا شنبه شود و پته زهره امانت را که حالا مشرجب بارها با خودش تکرار کرده بود زهره بی امانت روی آب بریزد. اما شنبه زهره امانت نیامد. آقای رئیس هم خیلی دیر آمد. وقتی آمد با یک جعبه شیرینی آمد و گفت شیرینی عقد کنونه. وقتی همه فهمیدند آقای رئیس زهره امانت را گرفته دهانشون از تعجب باز موند و مشرجب 1000 بار خدا را شکر کرد که برای افشای راز زن تازه آقای رئیس شتاب نکرده. زهره امانت 2 هفته بعد آمد سر کار. سر جای همیشگیش ننشست و رفت توی دفتر آقای رئیس و 3 روز بعد مشرجب رو اخراج کرد. خب دوستان اینم از این داستان. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا قصه بعدی خدا نگهدار.